نگه دارد، پدری من روزه می دارد، زکات می دهد، ولی یگان سواد روسی یا عربی ندارد که نماز خواند. هیچی نداند، همین طهارت کنه بالای جای نماز بیاد، الله اکبر گویا، همین سبحان الله و الحمد لله الله اکبر، همین قضا نشد. اگر همین هم ندانه، الله اکبر گویا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله گویا، از رکوع دروا میشه، نمازش درست است. خدا زای، زیرا تکلیفات بندگی به قدر طاقت و اندازه است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. فتوا میگه یک آدم هیچی نمیدانه، پیر شده است، کم پیر است یا موسفید است، یا ذهنش خوب است ذهنش کند است، یا خاکی فراموش خاطری زیاد است، دیگه نمیتونه در حفظش. من علی بچه هستم، عصبم اونقدر خراب شده است که خیلی چیزایی میدانستم فراموش کنم. الان یا نظمه در کیسم یا هفته دو رو خط است، میگیرم ایاد کردش نمیتونم. او فراموش خاطری اکا عصبا و وظیفهشان دیگه سوس شده بوده، تمام شده بوده. بنابراین البته موسفیدا آدمایی که فراموش خاطرن و کلانسال هستن، اونا دیگه نمیتونن عیاد کنن. بنابراین اسلام اونها را اجازت میده که طهارت کنن، بالای جای نماز بیاین، الله اکبر گوین، سبحان الله سبحان الله سبحان الله گوین، الله اکبر گفت رکوع دارن. در رکوع هم همین سبحان الله گوین اگر سبحان ربی العظیم ندانند. در سجده هم همین سبحان الله گوین اگر سبحان ربی الاعلا را ندانند. در التحیات هم همین سبحان الله گوین 3 باره 5 باره بس سلامتی هم میشه.